نمیخوام از خود گذشتگی کنی. چه میدونم، ساعتی تو باز کن بذار رو میز بگو برا تو کردم. میدونم تو دلت داری من مسخره میکنی، اما آدم گاهی واقعا احتیاج داره به یه حرف محبت آمیز. بامزه است. من نمیدونم چرا همه فکر میکنم من هیچی جدی نمیگیرم. چه اعتمادی واقعا. من مگه چی ازت میخوام؟ میگم مثل یه گربه بیا اینجا لم بده روی این مبل، مثل این گربه. خب بیا، اینم ساعت من. میگم که با تو هیچ وقت نمیشه درست حسابی حرف زد. هر دفعه میام اینجا همینجوری روی تختت میشینی، همینجوری من نگاه میکنی، همین موزیکا رو گوش میکنی. همیشه همه چیز مثل همیشه است. تو اصلا خوشت میاد قیافه آدمای شکست خورده رو بگیری. دیوونه، با من که شکست نخوردی. حالا بیرون هر چی که پیش اومده باشه، من که هستم. گفتگو از پاک و ناپاک است و از کم و بیش زلال آب و آینه و سبوی گرم و پرخونی که هر ناپاک یا هر پاک دارد اندر پستوی سینه. هر کسی پیمانه‌ای دارد